السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، امیدوارم که هر کجایی که باشین تنسیت و سلامت باشین. برادران و هموطنان عزیز، از همه شما بابت کمی دیر کردن برنامه عذرخواهی میکنم و امیدوارم که عذر ما را میبخشین، چون ما نتوانستیم امروز در وقت معینی به برنامه وارد شیم به سبب مشکلات تکنیکی و علاوه بر این دیر کردن مهمان در برنامه. و ما به شما وعده میدیم و اعلان میکنیم که برنامه‌های قدرت و حقیقت در ماه شریف رمضان برنامه‌های دینی خواهد بود و هم دینی و هم سیاسی، و انشالله که روز پنجشنبه میشود روز ششم همین ماه، انشالله بعد از عصر به وقت تاجیکستان کوشش میکنیم که برنامه 14 قدرت و حقیقت رو دوباره برگزار بکنیم و در این برنامه راجع به موضوعهای دینی، موضوعهای سیاسی با مهمان ما دکتر عمرا صحبت کنیم و انشالله که دید ایشان رو نسبت به ماه شریف رمضان و مهمیت آن و علاوه بر این برای مسلمانان در ماه شریف رمضان چه کارهایی را انجام میدن و همچنان در مسائل سیاسی هم با ایشان کمی سوال و جواب خواهیم کرد و انشالله که برای تمام بیننده ما مفید خواهد بود. و این چنین ما کوشش میکنیم که روز سه شنبه بعد باز هم برنامه 15 قدرت و حقیقت داشته باشیم و در برنامه قدرت و حقیقت بتوانیم برنامه‌های دینی رو در دینی و سیاسی رو در ماه شریف رمضان پیشکش بینندگان بگردانیم. هموطنان، برای همین من از همه شما برای مشکلاتی که امروزه در پخش مستقیم آمد و ما نتوانستیم برای این پخش مستقیم از همه شما عذر میپرسم و من بیشتر از 10 دقیقه صحبت نمیکنم و برنامه امروزه را خاتمه میتیم و بتوانیم که در برنامه‌های بعدی با هم باشیم و یکدیگر را کمک کنیم، دستگیری کنیم که ان شاء الله امینیم که برنامه پیش برود. من انشاءالله که کوشش میکنم ماه شریف رمضان وقتی بیشتری رو در خدمت شما قرار بگیرم، نه هر هفته یک مرتبه، اگر امکانیت بشه در یک هفته 2 مرتبه برم در ماه شریف رمضان در خدمت شما باشیم و خدمت بکنیم که یک راه کاری ثواب را در راه خدمت به مردم، خدمت به دین، خدمت به ملت انجام داده باشم. اگرچه بیشتری برادران و خواهران شاید مسائل دینی رو جزء عرصه سیاسی نمیدونند، ولی از دید من مسئله سیاسی یک مسئله مهمی است، مسئله دینی یک مسئله مهمی است که آنها رو باید با هم آمیخته کرد و از دیدی بیداری مردم تاجیکستان آگاهی شد و مردم به دیدی سیاسی و به دیدی دینی بیدار کرد و اگر این دو با هم بیدار باشد ملت پیشرفت میکند، جامعه پیشرفت میکند و اگر یکی این پیشرفت باشد و یکی این نه، مطمئن باشد که سیاست جزیرباد میشود، خلالدار میشود و این مشکلات ها به میان میاد. ما میدونیم که بیشتر از عالم ها و علمایی که تنها دانش دینی دارن و دانش دنیوی ندارن، ضربه آنها خیلی زیادتر حتی به همون دین میرسه. چرا؟ چون از علم دنیا به خبر نیستن و مسائل دنیوی را تحلیل تشخیص کردن نمیتونن و فتواهایی میتین و حرفایی میزنن که در چارچوب دین درست نمیآید و این گونه عالم های دنیوی هستند که بیداری و یا دانش دنیوی دینی ندارند و در مسائل دینی وقتی وارد میشن مسئله را خراب میکنن و جزیر میکنن و یا اینکه بیداری اخلاقی ندارند و در سیاست وارد میشن، ما میبینیم مسئله شه که عاقبت بد میشه. یک تعداد مثلا همین روزا مبارزان ما متاسفانه بیشترش آمدن به خارج کشور، خب مخالفانی که یک عده خود رو حالا سیاست مدار میگن اومدن بنگی و حنگی و شنگی بودن و اینها تاثیر گذاشتن به جامعه مخالف تاجیک. یک عده از برادران ما که بسیار انسان‌های با فکر با اندیشه بودن، با همین بدی اونها داده شدن و در راه اونها رفتن. به همین خاطر یعنی اونها کاری کردن که امروزه سیاست تاجیک و مبارزه تاجیک با هم درگیر بشود و فقط در مقابل یکدیگر صحبت کنند. به همین خاطر وقتی که ما در راه سیاست میبریم باید از دو چیز برخوردار باشیم، یکی علم دینی، یکی علم دنیوی. علم دینی را باید برای اخلاقش، مهمتر از همه چیز اخلاق حمیده. من به خاطر این حرف فقط به خاطر جامعه تاجیکستان ربط داره، چون جامعه تاجیکستان جامعه سنتی و مسلمان است و از این دید من میگم مثلا برای یک نصرانی، حالا دقیق من نمیدونم که چارچوب اخلاقی آنها از کجا گرفته میشد، از دینشون یا از چیز دیگه، اونها میتوانند دیگر دید داشته باشند. برای همین وقتی که ما
برای همین وقتی که ما برای بیداری اخلاقی جامعه تاجیکستان نظر میکنیم، ما فقط بیداری جامعه تاجیکستان از دیدگاه دینیش میبینیم، چون 99% جامعه تاجیکستان مسلمان است و ما این را افضل میدونیم که باید بیداری اخلاقی آن از دیدگاه دینی بیشتر باشد تا اینه که در جامعه ضرر نرساند. به همین خاطر این برنامه‌های اخلاقی رو که برگرفته از دین است ما در ماه شریف رمضان برای شما مدام میسازیم و انشالله که ما بتوانیم که با یکدیگر و بیداری اخلاقی یکدیگر کمک برسانیم و این چونین شعور سیاسی مون بالاتر ببریم، چون مسائل دینی با سیاست بسیار پیچیده هستند، با هم ربط دارن و ما سوالهای دینی و سیاسی هم خواهیم کرد در این برنامه تا مهمانی ما بتواند برای بیننده قدرت و حقیقت و کانال جوانان تاجیکستان پاسخ بدهد. دیگر وقت شما رو طولانی نمیگیرم، بازم یک بار دیگر از همه شما برادران و خواهران عذر میپرسم برای آنی که در برنامه امروزه نتوانستیم اشتراک کنیم، نتوانستیم برنامه رو برای شما پیشنهاد کنیم. ان شاءالله که روز پنجشنبه با مهمانی برنامه در حضور شما قرار میگیریم و طول 1 ساعت و 1.5 ساعت با مهمانی برنامه ان شاءالله که سوال و جواب خواهیم کرد و با شما یک پیام خوبی، یک برنامه خوبی پیشنهاد خواهیم کرد. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.